تا حالا شده شب بخوابی و با خودت بگی از فردا صبح دیگه همه چی عوض میشه. ساعت رو کوک میکنی روی 6 صبح، لیست مینویسی، ورزش، زبان، رژیم، مطالعه، ولی فردا صبح چی میشه؟ دوباره همون آدم دیروزی. میدونی چرا؟ چون ما معتاد تغییرات یهویی هستیم. فکر میکنیم موفقیت یعنی یه جهش بزرگ. فکر میکنیم باید یه تصمیم انقلابی بگیریم تا زندگیمون زیر رو بشه. اما بذار یه حقیقت تلخ رو بهت بگم رفیق. این طرز فکر بزرگترین دروغیه که به خودمون میگیم. امروز نمیخوام نصیحتت کنم، میخوام فرمول ریاضی رو بهت نشون بدم که اگر درکش کنی دیگه محال تنبلی کنی. فرمولی که زندگی یه پسر معمولی به اسم کبیر رو نجات داد و تیم دوچرخه سواری بریتانیا رو قهرمان المپیک کرد. اگر حس می‌کنی درجا میزنی، این ویدیو دقیقاً برای توه. تا آخرش باش، چون قراره با یه تمرین عملی همین امروز بازیت رو عوض کنی. بذارید اول داستان کبیر رو براتون بگم. کبیر خیلی شبیه من و تو بود. پر از آرزوی بزرگ. دلش می‌خواست یه بیزینسمن موفق بشه. سیکس پک داشته باشه و به 3 زبان مسلط بشه. ولی مشکل کبیر چی بود؟ کوه کارها. هر وقت می‌خواست شروع کنه به قله نگاه می‌کرد و می‌ترسید. با خودش میگفت اوه چقدر راه مونده. ولش کن. امروز که حسش نیست. باشه از شنبه. روزها میگذشت و شنبه‌ها میومدن و میرفتن. تنها چیزی که برای کبیر میمون یه حس سنگین عذاب وجدان بود. اون توی تله یا همه یا هیچ گیر کرده بود. یا باید عالی شروع میکرد یا اصلا شروع نمیکرد. تا اینکه یه روز وقتی داشت با ناامیدی توی پارک قدم میزد با یه پیرمرد دانا روبرو شد. یه مربی که مسیر زندگی کبیر رو عوض کرد. کبیر سفره دلش رو باز کرد و گفت استاد من اراده ندارم، من تنبلم، نمیتونم تغییرات بزرگ ایجاد کنم. مربی لبخندی زد و گفت پسر جان مشکل تو تنبلی نیست. مشکل تو اینه که داری سعی میکنی فیل رو درسته قورت بدی. تو دنبال معجزه‌ای، ولی معجزه توی کارهای بزرگ نیست. معجزه توی تکرار کارهای مسخره و کوچیکه. مربی بهش دستور عجیب داد. گفت نمیخوام قهرمان جهان بشی، فقط بهم قول بده فردا 3 کار خیلی خیلی کوچیک رو انجام بدی. انقدر کوچیک که نتونی نگی نه. اولیش فقط 3 خط کتاب بخون. دومیش فقط 5 دقیقه نرمش کن. سومیش اتاقت رو 5 دقیقه مرتب کن. همین. شاید الان بگی علیرضا شوخی گرفته، با 3 خط کتاب خوندن کسی به جایی نمیرسه که. بذار از دنیا داستان بیایم بیرون و بریم سراغ تاریخ واقعی. سال 2003 تیم دوچرخه سواری بریتانیا وضعیت افتضاحی داشت. توی 100 سال گذشته فقط یه دونه مدال طلا گرفته بودن. کار به جایی رسیده بود که کارخونه‌های دوچرخه سواری بهشون دوچرخه نمیفروختن چون میترسیدن اعتبار برنده‌شون خراب بشه. اونا یه سرمربی جدید استخدام کردن به اسم دیوید بریلسفورد. همه منتظر بودن دیوید تمرینات سنگین و عجیب غریب بذاره. اما دیوید چیکار کرد؟ اومد سراغ استراتژی، تجمع سودهای حاشیه‌ای. یعنی چی؟ یعنی گفت ما نمیخوایم 100% بهتر بشیم. ما میخوایم توی هر چیز کوچیک فقط 1% بهتر بشیم. اونا صندلی دوچرخه‌ها رو کمی راحت‌تر کردن. ژل ماساژ پای ورزشکارا رو عوض کردن. به دوچرخه سوارها یاد دادن چطور دستاشون رو بشورن که کمتر سرما بخورن. حتی نوع بالش و تشک خوابشون رو عوض کردن تا 1% بهتر بخوابن. نتیجه چی شد؟ 5 سال بعد توی المپیک پکن تیم بریتانیا 60% کل مدال‌های طلا رو درو کرد. توی المپیک لندن 9 تا رکورد المپیک و 7 تا رکورد جهانی رو زدن. چطور؟ با همون 1% های مسخره که هیچ کس بهشون توجه نمی‌کرد. حالا بیاد ببینیم ریاضیات چی میگه. اگه تو هر روز فقط 1% بدتر بشی، بعد از 1 سال به 0 میرسی. اما اگر هر روز فقط 1% بهتر بشی، بعد از 365 روز تو 37 برابر بهتر شدی. 37 برابر، نه 2 برابر، نه 3 برابر. ولی اینجا یه دام بزرگ هست که باعث میشه 99% آدم‌ها شکست بخورن. اسمش هست دره ناامیدی. دقت کردید وقتی شروع میکنی به باشگاه رفتن، هفته اول هیچ تغییری توی آینه نمیبینید؟ هفته دوم هم همینطوره. حتی هفته سوم ممکنه بدنتون درد بگیره و بدتر بشی. اینجاست که مغز میگه بی خیال، این روش جواب نمیده و ول میکنی. تصور کنید یه قالب یخ گذاشتید توی اتاق -10 درجه. دما میشه -9. یخ آب نمیشه. -8 خبری نیست. -5 هیچی. آیا انرژی هدر رفته؟ نه.
انرژی داره ذخیره میشه. به محض اینکه دما برسه به 0 درجه، یخ شروع میکنه به ذوب شدن. تغییرات بزرگ زندگی ما هم همینطورن. نتایج برای مدت طولانی نامری هستن. تو باید توی اون دوران نامری دووم بیاری تا به نقطه جوش برسی. خب علیرضا فهمیدم، حالا باید چیکار کنی؟ میخوام همین الان 3 تا بخش اصلی زندگیت رو در نظر بگیری و براشون قانون 1% رو تعریف کنی. مثال میزنم. اولیش سلامتیه. به جای اینکه بگی از فردا 1 ساعت میدوم، بگو فردا فقط کتونی هام رو میپوشم، تا سر کوچه میرم و برمیگردم. فقط همین. هدف چیه؟ هدف اینه که اون مقاومت اولیه مغزت رو بشکنی. سخت‌ترین قسمت باشگاه رفتن وزنه ها نیستن. پوشیدن کفش و بیرون رفتن از خونه است. دومیش یادگیریه. به جای اینکه بگی میخوام زبان یاد بگیرم، بگو روزی فقط 5 دقیقه پادکست گوش میدم موقع ظرف شستن. سومیش روابطه. به جای کارهای عجیب و غریب، فقط روزی 1 پیام محبت آمیز به پارتنرت یا مادرت بگو. فقط یه جمله. رفیق، داستان کبیر یادت نره. کبیر وقتی موفق شد که دست از کمالگرایی برداشت. اون روزی که فهمید 3 تا کار کوچیک انجام دادن خیلی بهتر از اینه که برای یه کار بزرگ فقط نقشه بکشه. اون با روزی 1% بعد از 1 سال تبدیل شد به یه آدم کاملا جدید. هویتش عوض شد. دیگه اون آدم تنبل نبود، اون یه آدم عملگرا بود. حالا نوبت توئه. همین الان برو توی کامنت ها، نمیخوام فقط یه ویدیو رو ببینی و بری. برام بنویس اولین اقدام 1% تو چیه؟ مثلا بنویس روزی 2 صفحه کتاب. همین الان بنویس. من همش رو میخونم و لایک میکنم. یادت باشه این مسیر ادامه داره. توی ویدیو بعدی میخوام در مورد چیزی حرف بزنم که دشمن اصلی این قانون 1%. چیزی که دوپامین مغزت رو میدوزه و نمیذاره تمرکز کنی. پس اگه سابسکرایب نکردی، همین الان بزن و دکمه سابسکرایب و اون زنگوله رو روشن کن که ویدیو بعدی رو از دست ندی. شروع کن. حتی اگه کوچیکه. تا ویدیو بعد قوی بمون.